نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. دوستان گرامی پیک شادی، زری اصفهانی، اوستا ابرانیان، اسماعیل مرادی، محمد امامی و طوفان اشرفی و عموقلی عزیز، خیلی ممنونیم به خاطر مطالب خوبی که برامون فرستاده بودید. همینطور باید تشکر بکنم از دوستان و پشتیبانان همیشگی پیک شادی: آدریان، پاتریس، هاجر عالی، علی نژادی، محمد از استرالیا، مسعود کنوز، حمزه آذرک، جواد جمشیدی، ابوالفضل، مجید ساعتچی عزیز، محمد از آلمان، علی آزاد و دوست گرامی شیرین از واشنگتن و همینطور منصور خداوردی و سعید صالحی و میترا به خاطر مطالب مختلف طنزی که برامون فرستاده بودن. حامد از مشهد، قطعات طنزی که برای دکتر بزنبادا فرستاده بودی بسیار خوب بود. فریبرز ممتحن سند ابلاغیه وزارت کشور رو فرستاده که به واحدهای زیر دستش دستور داده که در زمینه‌های مختلفی که خودش مشخص کرده آمار دروغ بدن. مسعود ابوعلی از واشنگتن، خیلی خوشحالمون کردی که نامه دادی، کلیپی رو که خواسته بودی برات میفرستیم. از طریق فیسبوک هم میتونی سایر کلیپ‌های طنز پیک شادی رو دریافت بکنی. حمید ضیایی، خیلی متشکریم بابت طنز حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس. علی ایرانی تصویری از خلاقیت با استفاده از استتار برامون فرستاده که ملاحظه میکنید. حسین عبدالله عبدی، طنز اندر احوالات شیخونا عالی بود. بابک از کرج خواسته بود که در مورد حمله اوباش بسیجی به سفارت انگلیس که به اسم دانشجوها این حمله را انجام داده بودند قطعه طنزی درست بکنیم که البته پیشنهادندگان چنین طنزی بیشتر بودن، ولی بابک نکات و طرح‌های مشخصی هم برامون فرستاده بود. به هر حال امیدوارم که طنزمون در این رابطه رو دیده باشید و اونچه که مد نظرتون بود برآورده شده باشه. ABC طنزهای ارسالیت خیلی خوب بود. سولی کاریکاتورهای اقتصادی بسیار جالب بودن و حتما به شکلی از اونها استفاده خواهید کرد.